برنامه اطلاعاتی اخبار رو ادامه می‌دهیم. در شهر دوشنبه برای به مشکلی گذراندن فصل زمستان تدبیرهای سریع اندیشیده شده از جانب کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر شروع از صبح برابر باریدن برف برای تازه کردن راه‌ها تکنیک‌های لازمی را آماده نمودند. گزارش باباکالان امینزاده. در اساس دستور سپارشی رهبری شهر دوشنبه برای به مشکلی گذراندن فصل زمستان در پایتخت از طریق ریاست استفاده بری راه‌های 4 نوع شهر دوشنبه کارهای نظارت انجام داده شده است. در سمت به مشکلی گذراندن موسم سرما در شهر تکنیک‌های نوی لازمی آماده بوده برای زمستان گذرانی تا امروز با پررگی، مواد ضد لغزش، نمک تکنیکی، سوزشواری و لباس‌های مخصوص کاری ذخیره کرده شده است. برای گذراندن موسم زمستان سال‌های 2020-2021 طبق نقشه چهاربینی در توازن ما 54 عدد تکنیک‌ها می باشند و اینچنین برای گذراندن زمستان موادهای ضد لغزش 1410 تن ما ذخیره کرده ایم که برای گذراندن زمستان کافی می باشد. از جانب کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های نزد مقامات اجرایی حکومت دولت شهر دوشنبه شروع از صبح برابر باریدن برف در پایتخت برای تازه کردن راه‌های 4 نوع شهر دوشنبه کارمندان ریاست استفاده بر راه‌های شهر دوشنبه تکنیک‌های ضروری را پورا آماده نمودند. ریاست استفاده بر راه‌های نوعی شماسول در اساس دستور سپارشی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم اومالی در حدود ناحیه در گذرگاه زیر زمینی اینچنین پیاده راه‌ها نزد ایستگاه‌ها و خیابان و کوچه‌ها از طرف کارمندان ریاست بهر تازه نمودن راه راهگذران کار و فعالیت نموده ایستادند. پیشگویی بارشات برف طبق اطلاع آب و هواشناسان مسئولان مؤسسه‌های نگهداری راه‌ها را وادار ساخت تا برای سریع وقت تازه کردن راه‌های افسانه‌گر آماده باشند و با پیش آمدن ضرورت فعالیت باثمر نمایند. برای تامین بهخطری حرکت واسطه نقلیات در راه‌های افسانه‌گرد پایتخت نوبتداری شبانه روزی تشکیل کرده شده. کارمندان ریاست استفاده از راه‌ها و دیگر تشکیلات و مؤسسه‌ها در این سمت تدبیرهای مهم را عملی می‌نمایند. باباکان امیرزاده، آذری فتح‌الله، بهادر حسن‌زاده، اخبار.